برای همین اویلا دورشوی مثلا شوری ما جوانو اویلا دور هستیم و به خریبی میبریم. اما تو روسیه، تو اروپا، تو دیگر جا 5 ماه و 6 ماه و بعضی وقت تا 8 ماه 1 سال میستیم. یک جا شنیدم که مثلا دیگه اویلا دور شوی همسر مثلا از همسر اول جدا، اما میگن در اون جایی که هستیم مثلا اویلا دور شوی یک شخصیت تبدیل کرد. آیا برای همسر اول زمینیش ما گناهگار میشیم اگر ما در اینجا اویلا دور شویم اونجا اون تنها مثلا تا این 8 ماه اینجا ما همراه مثلا همسر دوم هم اون در اونجا مثلا انتظاری ما رو میکشه؟ آیا این جایز است یا اینکه نه؟ یا اینکه نه باید برای اسلام باید حتما هر دوشان البته که در یک جا باشن یا در همون وطن خود دو همسر یک جا مثل اولی انتظاری بکشن یا اینکه نه اجازه هست مثلا با دوی همسر در این غریبی زندگی کرد و اولین در اونجا وقتی که به خونه برمیگردی از غریبی چی هست؟ درست. ببینید الله سبحانه و تعالی میفرماید که فانکحوا ما طاب لکم من النساء، شما می توانید با زنها ازدواج کنید. مثنا یعنی 2 تا، یعنی اولی رو گرفتید دومی رو می توانید بگیرید، و ثلاث و رباع و سومی و چهارمی. یعنی الله سبحانه و تعالی جایز قرار داده است، مباح قرار داده است که انسان می تواند با 4 زن ازدواج بکند، یک مرد. در ادامه می فرماید که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ترسیدید که نمی توانید عدالت را در بین آنها برقرار بکنید پس 1 زن بگیرید. متوجه هستید؟ شرط اساسی ازدواج دوم یا سوم چهارم کردن این است که عدالت را مراعات بکنید. مراعات عدالت چی است؟ در مبیت، یعنی در شب یک شب پیش یکی باشید، یک شب پیش دیگری باشید، به این میگن عدالت. متوجه هستید؟ شما مثلا الان برای چی زن دوم گرفتید؟ برای نیاز جنسی خودتان، درست است؟ بله. آیا همسر اول شما نیاز جنسی ندارد؟ البته که دارد. خب وقتی که شما او را مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال 2 سال تنها میگذارید، اون نیاز جنسی خودش رو چگونه برطرف بکنه؟ سوال است نه؟ پس همونطوری که شما نیاز جنسی دارید او هم نیاز جنسی دارد. به خاطر همین یکی از مسائل مهم در زندگی زناشویی نیاز جنسی طرفین است. متاسفانه در جوامع ما مردها فکر میکنن که فقط اونها نیاز جنسی دارن و زنهایشان اصلا هیچ، باید صبر بکنن، همینطوری فقط خدمت پدر مادر شوهر رو بکنن و بشینن صبر بکنن. اما الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم، دین، عرف همچین چیزی رو نمیگه. الان چقدر اتفاق افتاده در تاجیکستان، شاید شنیده باشید، در دیگر کشورها کسانی که زنهایشان را در اونجا رها کردن رفتن بعضا دچار گناه و معصیت شدن، دچار زنا شدن، روابط پنهانی با مردان بیگانه برقرار کردن. و یقین بدانید که شوهر این زن در قبال این گناهی که همسرش مرتکب میشه در نزد الله سبحانه و تعالی مسئول است. الله متعال میگه که امساکم بالمعروف او تسریح به احسان، یا مثل آدم بگیرید زندگی بکنید یا که رهایش بکنید. اگر شما میخواهید مثلا با همسر دومتان زندگی بکنید، همسر اولتون رو رها بکنید، شما مجبور نیستید، رهاش بکنید، بگذارید او ازدواج بکند، شوهر دیگر بگیرد. چون هر انسان، چه مرد باشد چه زن، نیاز جنسی دارد. نیاز جنسی چیزی مثل گرسنگی است، مثل تشنگی است. تا کی میتواند یک مرد، یک زن صبر بکند؟ در روایتی هست از امام احمد میفرمایند که یک زن میتواند تا 6 ماه صبر بکند. در روایتی که از عمر رضی الله تعالی عنه است که از دخترشان میپرسند که یک زن چقدر میتواند صبر بکند به دوری همسرش، میفرمایند 4 ماه. به خاطر همین مجاهدینی که به جهاد میرفتند در زمان سیدنا عمر
بعد از 4 ماه میگفتن که باید برگرده پیش خانه و زندگیش. به همین دلیل اگر امکاناتش رو دارید او رو طلب بکنید، در یک جا زندگی بکنید، عدالت رو در بینشان مراعات بکنید. و اگر که نمیتوانید زندگی بکنید، دوستش ندارید یا اون نمیخواد که همراه شما زندگی بکند، مسئله رو واضح با او صحبت بکنید و بهش اجازه بدید. بگید اگر که این مشکلات هست، من نمیتوانم مثلا با تو زندگی بکنم، اگر میخوایی طلاقت میدم، بگذارید برود ازدواج بکند. الان این کار الحمدلله که تو ما هرگز نکردیم، اما یک شخصی یک سوالی شد، اون همین گونه گفت که مثلا میشه که اینجا هم اولاد شوی همین خیر. بعد من همین رو البته اون رو باور نکردم. درست. من بعداً گفتم حتما من میپرسم که واقعا چی است. مثلا چون شما میگید نیاز جنسی داره اون زن. بله. من نمیگم این واقعیت است. همه زنها نیاز جنسی دارن. زنی نیست که نیازی نداشته باشد. بله الان همه میدونم که این گونه است، اما اون این گونه گفت این سخن رو زد. درست. همین واقعا این واقعا درسته یا این که نه واقعا درست که نیست. درست. اما مثلا به هر دوی زن اولادار شده در مثلا در همون جای زادگاهت به غریبی میایی تا 4 ماه 6 ماه میستی اون 2 نفر مثلا انتظار میشه. مثلا تو غریبی میایی کسی رو به همراه نمیاری، اگر آوردی هر دو، اگر نه آوردی تنها خودت میایی. درست. آیا جایز است یا اینکه نه؟ بله، مثلا هر دویشان را در وطن بگذارید، بعد از مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه بروید با هر دویش زندگی بکنید، یا اینکه می توانید این گونه مثلا یکیش رو برای 6 ماه بیاورید پیشتان، بعد از 6 ماه این رو بفرستید، اون دیگری را بیاورید. همه اینها ممکن هست. کسی که بخواد عدالت بکند راهش وجود دارد. انشاءالله. زنده باشید برادر. سلامت باشید. حیاکم الله. سلامت باشید. سلامت. سلامت باشید.